عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام دوستای عزیز. وقتتون بخیر، انشالله که حالتون خوب باشه. من محمد همتی هستم از مجموعه آموزش مهندسی سورسیران. من چند سالیه به افراد مختلفی دارم مشاوره میدم، چه داخل تلگرام به صورت رایگان، چه داخل سایت، و هیچ هزینه هم از خیلی از بچه‌ها نگرفتم. حالا مشاورای پولی هم داریم، حالا اون بحثش جداست، ولی روزانه بین 50 تا 100 نفر رو مشاوره رایگان میدم تقریبا. روزایی هستن خیلی بیشترن، ولی معمولا روزی 50 تا 100 نفر رو که یه چند دقیقه‌ای واسه شون وقت بذارم و راهنماییشون کنم کمک میکنم. در بین این افرادی که من معمولا روزی 50 تا 100 نفر، یعنی راحت مایی بیش از 1000 نفر، بین 1500 تا 2000 نفر ما داریم بهشون مشاوره رایگان میدیم. بین این افراد یه افرادی هستن که من شاید بیش از 100 بار 50 بار بهشون مشاوره دادم و کل مشاوره‌ام یه مدل بوده. خب مثلا طرف اومده آیمتی از چی شروع کنم، چه جوری شروع کنم، چی کار کنم، چه جوری عمیق یاد بگیرم، اینو چی کار کنم، اونو چی کار کنم. بعد همینا رو بهش جواب میدم. مثلا یکی دو هفته بعدش دوباره میاد همین سوالا رو میپرسه. این بحث مسیر حرف تا عمل بحث این دوستانه. خب خیلی از دوستان هستن خب هفته چندین بار سوال میپرسن، هیچ کاری نمیکنن، فقط کارشون حرف زدنه. داریم تو جامعه، خیلی داریم. مثلا من خودم قبلا هم همینجوری بودم. میدونین چی بود؟ مثلا فقط حرف میزدم، هیچ وقت کار عملی انجام نمیدادم. تو جامعه ایرانی ما این افراد رو شدیداً زیاد داریم که مثلا الان میای، دقیق یادمه به یه خانومه مشاوره دادم، خب کامل بهش گفتم خانم اینجوری از اینجا شروع کن، این مدلی شروع کن، اینجوری. خدا میدونه هزینه هم ازش نگرفتم، 10 دقیقه یه رو من واسش وقت گذاشتم. من تموم کردم، پیام داده بود به پشتیبان کانال. خب پشتیبان همون لحظه تموم شد، خیلی ممنون آقای متی، من از امشب برنامه ریزی میکنم، از فردا شروع میکنم. بچه‌ها قشنگ اینو گفته بود. خدا میدونه تو بخش پشتیبانی کانال دوباره همون سوالاتو پرسیده بود، یعنی سوالاتو از من پرسیده بود، تمام جواب گرفته بود، کامل راهنماییش کردم، خداحافظی کرد. دقیق یه نزدیک 1 دقیقه 2 دقیقه فاصله اومده بود از پشتیبان کانالم پرسیده بود اینا رو. چرا؟ چون بعضیا دنبال اینن فقط بپرسن، دنبال حرف زدنن. دیدین بعضیا فقط کارشون حرف زدنه ولی عمل نه. چجوری میگن زنبور بی عسل درخت بی ثمر؟ حالا چرا اینا فقط هدفشون سوال پرسیدنه و این که آقا این چجوری و حرف زدنه؟ چرا؟ چون بچه‌ها اقدام، ما اگه بخوایم از حرف بریم تو عمل با اقدام عملی داشته باشیم. اقدام عملی هم هزینه داره بچه‌ها. تو باید وقت بذاری، زمان بذاری، هزینه زمانی و وقتی داره. تو باید هزینه مالی کنی، زحمت بکشی، تلاش کنی، بعد از خیلی از خوشی‌های لحظه‌ای دور بشی. باید کمتر تو شبکه‌های اجتماعی بگذری، ورزش کنی، آموزش ببینی. سخته دیگه، واقعا آموزش دیدن سخته، تمرین کردن سخته. این افراد فقط دنبال چی هن؟ حرف زدن، هیچ وقت سمت بخش عمل نمیرن. چرا؟ چون نمیخوان هزینه کنن. هزینه فقط مالی نیست، هزینه زمانیه، هزینه مالیه، هزینه این که آقا من وقت بذارم، تلاش کنم، زحمت بکشم، شبکه‌های اجتماعی رو کم کنم، روابطمو با افراد خوب کنم، ورودی‌های ذهنمو کنترل کنم و خیلی کارهای دیگه. و از خیلی از دلخوشی‌های لحظه‌ای که هیچ کمکی در آینده من نمی‌کنن با دل بکنم. مثلا از اینستاگرام با دل بکنم، از روزی 3-4 ساعت با دوستام حرف بزنم با دل بکنم، از بازی کردن گیم با دل بکنم، از اینا با دل بکنم. سخته، باید قبول کنیم. و این افراد فقط میدونین چجوریه؟ دوست دارن سوال بپرسن. این سوال پرسیدن هم میدونین واسه چیه؟ بگن آقا ببین ما رفتیم پیش، دنبالش هم گرفتیم ولی نشد دیگه. مثلا من به طرف میگم آقا برو این اقدام عملی رو انجام بده، میشنوه 2 هفته دیگه آی متی مثلا چه زبانی رو کار کنم. بعد من حافظه وحشتناک خوبی دارم تو این حوزه بچه‌ها، یعنی مگه دیگه خیلی کم پیش بیا طرفو نشناسم، محدود میشه. مثلا از هر 100 نفر 30-40 نفر رو خوب یادم میاد. چرا؟ مثلا این 3-4 بار سوال پرسیدم، ولی یارو یه بار پرسیده معمولا کمتر. ولی یارو 3-4 بار، شخصی مثلا 4 بار 5 بار 6 بار بپرسه، خب تو حافظت تو ذهنت میمونه. دقیق مثلا تو طول 3-4 ماه 2 خانوم بوده یا آقا بوده، به خدا 7-8 بار اومدن یه مجموعه سوال رو پشت سر هم پرسیدن، سوالهای تکراری.
و من چندین بار جواب دادم. یه سری یادمه گفتم آقا فلانی تو دنبال یادگیری نیستی، تو فقط دنبال. بعد این یه مشکل چیز دیگه شناختی بچه ها، یه مشکلیه که واسه فرار از این که آقا زندگی تو بسازی میری دنبال این که فقط الکی سوال بپرسی. خیلی از افراد و حواستون باشه تو این تله گیر نکنین. خیلی هم اقدام عملی انجام نمیدن، ترس از شکست دارن، ترس از انتقاد دیگران دارن. میگه نکنه من شکست بخورم بقیه بهم طعنه بزنن، نکنه من شکست بخورم بقیه مسخرم کنن. از این چیزا ترس داره. بچه‌ها موفقیت، این که من صاحب شغل بشم، پروژه بگیرم، تخصص کسب کنم، زندگیمو بسازم، آینده‌مو بسازم، فقط در یک کلمه خلاصه شده: اقدام عملی. وارد گود بشم، نه فقط حرف بزنم، نه فقط ببین من خودم قبلا این درد رو داشتم، گفتم بهتون تو حوزه موزیک اصلا هیچ کاری نکرده بودم، یه گیتار وسایلش خریده بودم ولی هیچ وقت نرفتم تو گود بشینم گیتار یاد بگیرم، سختی دستام نمیدونم پینه ببنده، اذیت بشم. آخه سر انگشتا واقعا اذیت میشه روزهای اول. نرفتم این درد رو به جون بخرم، این سختی رو به جون بخرم که متخصص بشم. فقط حرف. آخه حرف زدن راحته. این که تو بری تو گود. ببین الان ما در مورد فوتبال صحبت میکنیم، آخ این بازیکن فلان فلان شده، این توپو چجوری ننداخت تو گل. ولی منی که خودم تو بازی بودم میدونم آقا تو چمن سخت بازی کردن، تو اون شرایط میبینی آقا بدن دیگه کشش نداره. اینم همون جوریه. حرف زدن خیلی راحته. مثلا محمد همتی وقتی که من میخواستم تو حوزه موزیک بودم، مثلا خیلی موزیک علاقه داشتم، میگفتم فلان فلان شده، این ترانه چیه گفته، این موزیک چیه ساخته. خودم هیچ کاری نکرده بودم، فقط حرف مفت میزدم. خب نه حرف مفت راحت ارزون، پولی نمیدی، سختی نداره. ولی حالا محمد همتی تو میخوای بیای وارد گود بشی، برو یه ساز یاد بگیر، نمیدونم کلاس سولفژ برو، نمیدونم کلاس آواز برو، اینو برو اونو برو، سختی تمرین کن، پشت سر هم ساز بزن، نوت ها رو یاد بگیر، اینو یاد بگیر. من نمیکردم. چرا؟ چون سخت بود، حوصله این کارا رو نداشتم. حرف زدن راحت بود و من اینجوری راحت‌تر بودم. تو این حوزه الان من دیگه متوجه شدم آقا حرف زدن ارزش نداره. چیزی میخوام یاد بگیرم سری میرم تو گود. اقدام عملی. موفقیت در یک کلمه خلاصه شده. اگه بخوام تو یک کلمه بگم، اقدام عملی. واسه اینه میگم غرق شدگان حرف تا عمل یا مسیر حرف تا عمل. حرف زدن خیلی راحته، مفته. ولی اگه تو تونستی بیای تو گود، زمان بذاری، هزینه مالی بکنی، زحمت بکشی، تلاش کنی، بشینی یاد بگیری، آموزش ببینی، تمرکز داشته باشی، تمرین کنی، پروژه انجام بدی، اون موقع است که موفقیت حاصل میشه. ما خیلی از بچه‌ها داریم که مثلا 1 سال فقط میان سوالای تکراری میپرسن. چرا؟ چون حرف زدن راحته، هزینه ای نداره. ولی موفقیت، ولی این که تو اقدام عملی داشته باشی، هزینه داره. هزینه مالی داره، هزینه زمانی داره، هزینه جسمی داره. تو اذیت میشی. هزینه گذشت از لذت‌های آنیه. اگه تونستی این هزینه ها رو بدی، میتونی اقدام عملی داشته باشی. اگه ترسی نداشتی از شکست، ترسی نداشتی از انتقاد دیگران، میتونی موفق بشی. وگرنه خیلی از بچه‌ها رو من میبینم مثلا خیلی استعدادهای خوب داریم ولی فقط حرفن. نمیاد بشینه مثلا یه فیلم تهیه کنه، هزینه‌شو پرداخت کنه. مشاوره گرفتی الان؟ آقا یه ویدئویی دانلود کن. ما خیلی جلسات رایگانم تو سایت و کانال گذاشتیم، خیلی مطالب خوبم تو سایت گذاشتیم. طرف میاد 4 تا پادکست هم گوش میده، مثلا 2 تا مثلا سوالم از من میپرسه، چندین بار میپرسه و میگه آقا نشد. چرا؟ چون خیلی راحت تره. واقعا میگم خیلی راحت تره بگی آقا نشد. ولی واسه شدن واقعا سخته. با قبول کنیم. تو باید جلو مانیتور بشینی، فیلم آموزشی ببینی، نوت برداری کنی، دست به قلم بشی. سخته واقعا بچه اینا. واسه این خیلی از افراد رو میبینی تو جامعهمون هیچ گونه تخصص و مهارتی نداره، فقط حرف میزنه. من یکی از بچه‌ها گفت محمد پادکستاتو اینجوری بکنی بهتره. بعد من میدونستم آقا داره معذرت میخوام چرت و پرت میگه. خب داره چرت و پرت میگه.
بعد گفتم فلانی هر وقت تو یه دونه پادکست ضبط کردی، خب یه دونه نه بیشتر، یه دونه ضبط کردی، هر چی گفتی من در خدمتم. این که من بیام راحت حرف بزنم آره مثلا تو پادکست تو این کارو انجام بده، ویدیو تو این کارو انجام بده، ولی اون شخص اصلا خودش هیچ کاری نکرد. مثل این میمونه مثلا یه دکتر قلبه، من بگم آی دکتر اینجوری عمل کنی بهتره، من فقط از این دور نشستم یه گوشه‌ای فقط دارم حرف میزنم، ولی نرفتم تو گود ببینم چه جوری آقا مثلا چرا میگی تو آقا اصلا خبر نداری. مثل این میمونه یادم امتحان ارشد داده بودیم، بعد خیلی از بچه‌ها خونده بودن، خب خیلی از بچه‌ها داشتن آنالیز میکردن، تجزیه و تحلیل میکردن بعد ارشد امتحان کنکورش، اون سالها که من خودم کنکورم دادم. بعد اون شخصه میگفت آقا 2 ماه میخوندم، هیچی نخونده بود، همینجوری اومده بود سر امتحان مثلا یه ساندیس و کیک بخوره. آقا 2 ماه میخوندم راحت زیر مثلا 100 می آوردم. بعد میخندیدم، بچه میگفتن به چی میخندی؟ گفتم آدمی که فقط اهل حرف باشه، حرف مفت بزنه مشخصه. 2 ماه میخوندم. گفتم آقا طرف 6-7 ماه داره به کوب میخونه، تو کارشناسی 20,000 آوردی، حرف نزن بابا. زیر 100 می آوردم، زیر 100 می آوردم. نه حرف مفت راحته. من میگم تو حوزه موزیک خودم اینجوری بودم، فقط حرف مفت میزدم. یکی نبود بگه آقا محمد همتی چرا حرف مفت میزنی؟ تو حالا ساز یاد گرفتی، اصلا میدونی نوت چیه، اصلا میدونی مثلا این سازها چجوری کار میکنن، فقط حرف مفت میزدم. بعد چند سال متوجه شدم آقا محمد برادر من قربونت بشم عزیز دلم، به خدا اینجوری با خودم حرف میزنم من که آقا عزیزم، نه اینکه نصیحت کنم، نصیحت کردن خودتونم بده، خب ولی میگفتم آقا تو حوزه‌ای که تخصص نداری، مهارت نداری، اگه میخوای حرفی هم بزنی برو یه ذره اطلاعات کسب کن. اگرم میخوای بری تو یه حوزه اینقدر سوال نپرس، برو تو گود، برو تو مثلا مسیر داخل راه، کم کم متوجه میشی. مثلا آقا کسی که از تهران میخواد بره شیراز، مثلا کل مسیر مشخصه. مثلا بعضیا هستن میگه آقا همتی مثلا مثال میخواد از تهران بره شیراز، آقا همتی این مسیر کامل مشخص نیست، من چیکار کنم؟ میگم آقا تو گام اول رو بردار. مثلا الان تو میخوای از یه پله بری بالا، تو هنوز پله اول و 2 و 3 و 4 رو رد نکردی، ناراحت پله 20می. خب قربونه بشم، مثلا الان طرف تخصص و مهارت کسب نکرده، خب میگه همتی من چی کار کنم پروژه بگیرم؟ میگم آقا تو هیچی بلد نیستی، ناراحت پروژه چی؟ تو اصلا هیچی نمیدونی، تو نه تخصصی داری نه مهارتی داری. مثلا طرف 2 تا تگ HTML میدونه، میگه همتی من اصلا این چند شب خواب، به خدا بچه‌ها این عین واقعیته. مثلا دختره اومده میگه همتی چند شب نمیخوابم، میگم چرا خانم نمیخوابی؟ میگه آقا واسه پروژه چیکار کنم؟ گفتم چیا بلدی؟ گفت والا این 3 روزه مثلا شروع کردم HTML دارم کار میکنم. گفتم خواهر من نمیدونم چی به تو بگم. بابا خانم تو هنوز 3 روزه شروع کردی، اصلا تو خیلی حرفت خنده داره. مثلا کسی که هنوز نرفته دانشگاه، وارد دانشگاه نشده، بگی آقا من مدرک رو چجوری بگیرم، اینو رو ببرم پیش کی امضاش کنم؟ تو هنوز اصلا امتحان کنکور ندادی، هنوز نرفتی سر امتحان کنکور، هنوز وارد دانشگاه نشدی، نگران 4 سال آینده ای که آقا کی مدرک تو امضا میکنه، چجوری مدرک تو بگیری. خیلی از بچه‌ها اینجوریان. پس آقا سعی کنیم، این اول دارم به خودم میگم، این موضوع رو دارم به خودم میگم که آقا مسیر حرف تا عمل یه دنیاست. این که من حرف بزنم، محمد همتی پشت سرم حرف بزنه، فقط داره حرف میزنه. ولی وقتی که اقدام عملی کرد، وقتی وارد گود شد، خودشو محک زد، تلاش کرد، زمان گذاشت، هزینه مالی داد، زحمت کشید، تلاش کرد و خیلی چیزای دیگه، خیلی پارامترهای دیگه، اون موقع است میتونه بیاد بگه آره بابا مثلا واقعا حرف تا عمل خیلیه، در مورد مسائل عملی صحبت کنه. اقدام عملی بچه‌ها، بسم الله میخوای شروع کنی همین الان استارت بزن. خیلی مطالب خوب تو کانال سورس ایران هست، تو سایت سورس ایران هست. اگه واقعا نمیدونی از کجا شروع کنی، به پشتیبانای کانال و سایت پیام بده، کاملا راهنماییت میکنن. ولی اینکه یاد بگیریم همش حرف نزنیم، آقا سکوت اختیار کنیم، بشینیم بریم تو گود، اقدام عملی.
من بچه‌هایی که تو دوره رزومه‌های سرنوشت ساز شرکت کردن گفتم آقا، تو ویدیوهای اول و دوم، فصل اول و دوم گفتم، همش میگم آقا تو با دیدن ویدیو برنامه چیز نمیشی، رزومه حرفه‌ای نمیتونی درست کنی. کسی میتونه رزومه حرفه‌ای درست کنه که راحت استخدام بشه، راحت پروژه بگیره، که اقدام عملی کنه و چیزهایی که من دارم بهش میگم انجام بده و تو عمل انجام بده. سایت بهش میگم این مدل سایت بزن با این جور صفحات، این مدلی کامل بهش میگم باید بره انجام بده تا به اون خواسته دلش برسه. همین که فیلم ببینی اتفاقی نمیفته. سعی کنیم کمتر حرف بزنیم، بیشتر عمل کنیم. این خیلی مهمه، ما یاد بگیریم کمتر حرف بزنیم، بیشتر عمل کنیم، بیشتر یاد بگیریم، تمرین کنیم، پروژه انجام بدیم تا بتونیم به یه متخصص درجه 1 تبدیل بشیم و به اون چیزایی که میخوایم برسیم. اصل ماجرا همینه بچه‌ها. انشالله این فایل یه تلنگری واسه خود محمد همتی باشه و واسه بقیه دوستانی که دارن گوش میدن. اگرم احساس میکنین کسایی هستن که این مشکل رو دارن، من خودم میگم آقا این مشکل رو داشتم، این دغدغه‌ام بوده، فقط حرف میزدم، ولی خدا رو شکر تو چند سال اخیر یه ذره بهتر شدم. مثلا دارم اقدامهایی میکنم، یه کارایی میکنم، واقعا دارم یاد میگیرم، تمرین میکنم، پروژه انجام میدم، رو خودم کار میکنم. چون از خروجی مشخصه، از کجا بدونیم که داریم مسیر درست رو میریم و اقدام عملی کردیم و عملمون درسته؟ از خروجی هامون. من از خروجی ها متوجه میشم که آقا مثلا از لحاظ اخلاقی، از لحاظ رفتاری، از لحاظ فکری بهتر شدم، از لحاظ کاری بهتر شدم. این متوجه شدم آقا اقدامی که من کردم اقدام درستی بوده، عملی که انجام دادم عمل درستی بوده، پس حرف خالی نبوده. اینو به نظرم واسه دوستا، آشنا، واسه همه بفرستین بچه ها. این به نظرم یه لینک دیگه، یا یه فوروارد کردن تو کانال یا تو سایت هم یه لینکه. لطفا واسه دوستا و آشنا بفرستین که اونام استفاده کنن، که کمتر حرف بزنیم، بیشتر عمل کنیم. خیلی این مهمه. حتما بفرستین بچه ها. ما یه خانواده به اسم سورسیران که در کنار همدیگه داریم یاد میگیریم و کم کم میریم جلو. انشالله که نهایت استفاده رو ازش ببریم. بازم میگم خدا کنه این یه تلنگری اول واسه خودم باشه و بعد واسه بقیه‌ای که دارن گوش میدن و دوچار این مشکل هستن، و دیگه فقط عمل کنیم، کمتر حرف بزنیم. خیلی خیلی مخلصم. محمد همتی هستم از مجموعه آموزش برنامه‌نویسی سورسیران. یا حق. خدا نگهدار.